همین دودرچمون تولدش 2006 باید از 19 ساله باشه، نه 18 ساله. 18 ساله همین اشکمشون ورم میکنن. برادرمون جای اپیراسیون بزرگشون کمتر نزدیک بود از پیش. این جای اپیراسیونشون اشکمشون پیش از اومدنشون آبی جمع شده گرفتگی هم. باز همین روزای نزدیک این اشکم چند قدر با کلون میشه مادر جان؟ تو شاشنتر آب میگیرم. مادر جان میتونه گازنه. همین چند سال شد لیچنی کدستیم در تاجیکستان. این قلیچنی کدیم نشید. مجبور شدم گرفتم آوردمش همینجا. شکمش کلون میشه و آب میگیره، نفسش تنگی میکنه، راه گشتن میتونه، خواه رفتن میتونه، از آب میکشه. مجبور شدم گرفتم همینجا آوردمش به یه امید. سرمایه زندگی مادر نشود، هیچ مهر و مهری او برابر نشود. نه عمه و نه خاله و نه ینگه ما یک ذره خاکی پای مادر نشود. مادر در حقیقت برای فرزندش میسوزد، در میگیرد. برادر عزیز بیاید همین مادری تنهایه در مسافرت در غریبی با تنهاتر نگذاریم، در پهلویشون همه کسا دستگیری کنیم. همین مادر چند قدر میتونه برادر عزیز دستگیری کنید. باور کنید من احساساتی خود رو داشتم، مثلا معذرت میخوام. خیلی که استاد میگوید گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرد نقطه نگیری مردی. مردی نبود فتاده رو پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. من میدونم که برادرای ما بسیار مردانه هستند، بسیار مردای جسور هستند. با باز این مادر تنها نمونم. من خواهرای مادرای عزیز با احترامون خوش میکنم. مادر خواهرای ما رنگ مرد هم بعضیشو باور کنید. خواهرای مسافر، مادرای مسافر ما میدونم شما در کامنتر بسیار مینویسید دلسوز غمخوار هستید. مادری تاجیک در حقیقتا مادری جسور است، مادری دلسوز است. الله هم بتون برای ریکورد کنید مادرها و خواهرها و برادرها. همین مادر چند قدر میتونه دستگیری کنید. دستگیری به خاطر خدا، به خاطر روز قیامت. السلام علیکم هموطنان عزیز، همدیاران عزیز. امیدوارم که تن صحت و خانواد باشید. همیشه صحت سلامت باشید. سلامتی از همه چیزی قیمتترین برای آدمیزاد است. برای همه ما از جای اول میستد سلامتی. برای سلامتی همه تیار است که تمامی محنت کند. از همه چی راضی میشید برای سلامتی شده. از راه دور خسته بر راه دور میرید برای سلامتی به دست آوردن. امروز مادری ما و شما، خواهری ما و شما، اپی عزیزمون از خود تاجیکستان فرزندی عزیزشون برای فرزند. من چند بارا گفتم در نوار پدر مادر برای فرزند میسوزد، باز میسوزد. غیر از پدر و مادر برای فرزند دیگر هیچ کس سوختن نمیتونه. پدر و مادر در حقیقت برای فرزند میخواد که فرزندش خوشبخت باشد، سلامت باشد. برای همین مادر پدر حرکت میکند، تمامی کار راضی باشد، روی اکرام میبرد، زوره میکند، یک برادرش به مراجعت میکند. امروز مادر و خواهر ما و شما مراجعت به مردمی تاجیکستان، مراجعت به مهاجرا و برادرای غریب. من میدونم کاراتون وزبین بسیارتونم، با خیرتون میکنید، باید سخنهای نغز مینویسید. برای همین ما امروز از همه چیزی خوب باوری از ما با شما باور داریم و مادری ما، خواهری ما شما با ما باور دارن که ما و شما این کس را در مهاجرت، در مسافری تنها نمیگذاریم. من الحمدلله برادران روز ما تکلیف کردن که همین خواهر را دستگیر کنیم. 3-4 روز شده است در شهر یکاترینبورگ قرار دارن، در پیتس فابریکا. کوچه تو چی بود اینجا؟ رایون پیتس فابریکا. رایون پیتس فابریکا. نمرای مادر در زیر نوار میبرد، کارت تینکوف دارن، با نمر تلفنشون پیوست میشود. همین دودرچمون تولدش 2006 باید از 19 ساله باشه، نه 18 ساله. 18 ساله. همین اشکمشون ورم میکنند. برادرمون جای اپیراسیون بزرگشون کمتر نزدیک بود از پیش.
انا این جای اپراسیشون اشکمشون پیش از آمدنشون آبی جمع شده گرفتگی هم باز همین روزای نزدیک این اشکم چند قدر با کلام میشه مادر جان؟ تو شاشم تر آب میگیرم. مادر جان میتونه در گازنه همین چند سال شد لیچینی کدستیم در تاجیکستان. این لیچینی کدیم نشید. مجبور شدم گرفتم آوردم شو همینجا. شکمش کلون میشه و آب میگیرد نفسش تنگی میکنه راه گشتن نمیتونه خواه رفتن نمیتونه از آب میکشه مجبور شدم گرفتم همینجا آوردم شو به یه امید سرمایه زندگی مادر نشود هیچ مهر و مهر او برابر نشود نه عمه و نه خاله و نه ینگه ما یک ذره خاکی پای مادر نشود مادر در حقیقت برای فرزندش میسوزد در میگیرد برادر عزیز بیاید همین مادری تنهایه در مسافرت در غریبی با تنهاتر نگذاریم در پهلویشون همه کسا دستگیری کنیم همین مادر چند قدری میتونه برادر عزیز دستگیری کنید باور کنید من احساساتی خود رو داشتم مثلا معذرت میخوام خیلی که استاد میگوید گر بر سری نفس خود امیری مردی بر کور و کرد نقطه نگیری مردی مردی نبود فتاده رو پای زدن گر دست فتاده بگیری مردی من میدونم که برادرای ما بسیار مردانه هستند بسیار مردای جسور هستند با باز این مادر تنها نمونه من خواهرای مادرای عزیز با احترامون خوش میکنم مادر خواهرای ما رنگ مرد هم بعضیشو باور کنید خواهرای مسافر مادرای مسافر ما میدونم شما در کامنتر بسیار مینویسید دلسوز غمخوار هستید مادر تاجیک در حقیقتا مادر جسور است مادر دلسوز است الله هم بتون برای ریکورد مادرها خواهرها برادرها همین مادر چند قدر میتونه دستگیری کنید دستگیری به خاطر خدا به خاطر روز قیامت او برادری که هر گپ میزنید برادر عزیز همین خوب دعا کنید یگون گپی زیادتی نزنید بگه دوستان که هر شب زی خودت بپرس اگر تو مردی امروز چه خدمت به مردم کردی 100 بار بدی کردی و شرمی تو نآمد نیکی چی بدی داشت که یک بار نکردی نیکی یگان کاری مشکل نیست نیکی همین زبانی خوش سخنی نغز رفتاری نیک گفتاری نیک پینداری نیک همین در راه رفته سوی سنگ یک طرفه گیرید این خودش یک نیکی میشه همین مادر از سخنی نغز نویسید دعا کنید برای مادر میلیون است برای همین دادرچمون به خاطر دادرچمون چند قدر میتونید کمک کنید تولد دادرچمون 2006 اگر 2006 بینید خیلی ضراب اینم میخواد مثل همسیم برادرش هم میخواد جسور باشد مثل ضرابی باشد انشاءالله الله به این سلامتی بردوام داده باشد با دستگیری شما ما و شما سبب میشه انشاءالله دادرچمون شفای کامل و عاجل از جانب الله داده باشد آمین یا رب العالمین مادر جان اگه سخن داره با مادر درده که این مادر دارد خودش میدونده بالا خدا برادر عزیز به چند قدر میتونیم کمک میکنیم همین نوارا لایکاتون نزنید لایک همین نوارا میبردارد پدلیت سکنید تمامی سایت ها با واتساپ ایمو دیگر سایت ها تلگرام دستگیری کنید برادر عزیز باقی در امانی الله باشه